یا بعضی اوقات ما شاید ظاهر یک کس را نگاه میکنیم میگیم شاید یعنی بسیار یک زن زیباست. طبیعتا که دین مقدس اسلام الله سبحانه و تعالی انسان زیبا و پاک و منظم را دوست داره، ولی زیبایی از خود مکان مشخص داره که زیبایی انسان در کجا باشه، پیش کی باشه. از زیبایی یک زن باید کی لذت ببره، از زیبایی یک زن باید در کجا از زیباییش چی شود استفاده شود. اما زمانی که ما از زیبایی میگیم یعنی زیبایی واقعی یک زنده میگیم، نه از چشمای قشنگش و نه هم از سر و وضع و اندام زیبایش و یا هم لباسای مفشن و خوبه که او میپوشه، از اون نمیگیم. از چی میگیم؟ از زیبایی واقعی، از زیبایی که در بطنش است، از زیبایی که در قلبش داره. این ما برش چی میگیم؟ زیبایی واقعی میگیم. مثلا زیبایی واقعی یک زن مسلمان در ایمانش است. در چیش است؟ در ایمانش است، در ادبش است، در اخلاقش است، در حیایش است. اگر یک زن مسلمان حیا نداشته باشه، اگر یک زن مسلمان اخلاق خوب و درست اسلامی نداشته باشه، اگر یک زن مسلمان ایمان و تقوا نداشته باشه، پس این چی است؟ این اصلا ما برش نمیتونیم بگیم که زیبایی داره. زیبایی واقعی داره. زیبایی واقعی بر اساس اخلاق، ایمان، تقوا، صبر، شجاعت، بردباری، تحمل ساخته شده. اگر ما زمانی بگیم که واقعا ما زیبایی واقعی داریم، باید اینمی موضوعات را در خود جای بدیم. چیکار بکنیم؟ در خود باید جای بدیم و فراموش نکنیم که زندگی واقعی و زیبایی واقعی یک زن در اولتر از همه اخلاقش است. زمانی که یک زن اخلاق خوب داره، اخلاق درست اسلامی و مسلمانی داره، همه خانواده از او راضی است. حتی اطرافیانش او را دوست دارن که در کنارش بمانند. صحبت‌های شیرین و با لحن زیباتر و نرمی که داره را بشنون. اما چرا مردم از زنان بد اخلاق فراری هستند؟ چرا از زنان بد اخلاق نمیخواهند اصلا در مسیری که یک زنی بد اخلاق است در اونجا زندگی بکنن، از اونجا بروند؟ چرا؟ چون که ما مردم نیاز داریم که باید همه ما چی باشیم؟ اخلاق خوب، اخلاق نرم داشته باشیم. مثل که پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و خانمانی از او، یعنی ازواج مطهرات، چقدر یک اخلاق زیبا و شایسته داشتند. ما زمانی که خودمان را پیروان اونها میگیریم، باید الگوی ما اونا باشه و ما اخلاق ما را مطابق شریعت باید عیار بسازیم. مطابق چی؟ مطابق شریعت. ما فقط بیاییم زیبایی را در قلب ما زیبا بسازیم. ظاهر که اگر انقدر زیبا باشیم مهم نیست. مهم چی است؟ مهم قلب است. قلب در نزدیکی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی چی باشه؟ باید زیبا باشه. اگر ظاهر ما را هر کسی زیبا بگه و قلبا ما انسانی مفسد باشیم، انسانی درست نباشیم، انسانی گناهگار باشیم، چی فایده ای داره؟ الله ناخواسته این صورت زیبا و این ظاهر زیبا ما را در روز آخرت رسوا و شرمنده میسازه. ما باید کوشش بکنیم که چی باشیم؟ زیبایی واقعی داشته باشیم. زیبایی واقعی در ظاهر نیست. در کجاست؟ در باطن است. هر کسی از باطن خودش اینال بهتر میدونه که چقدر زیبایی واقعی داره. ببینین وقتی که یک زن با حجاب است، زمانی که یک زن، یک دختر محجب است، با حجاب است، این برای مردم پیام میرسانه، ثابت میسازه، میگه که من چی هستم؟ من یک چیز با ارزش هستم، یعنی یک گوهر نایاب هستم. آیا شما زمانی دیدین که الماس یا طلا و یا هم چیزهای قیمتی را مردم چی کرده باشه؟ در کوچه ها، در جاده ها، در سرک انداخته باشه دیدین؟ ندیدین؟ همین گونه یک زن مسلمانه که با حجاب است، اونمو ارزش خود برش نشان میده. میگه زن مسلمان مانند در در کجاست؟ در صدف است. در یک دانه قیمتی است. الماس، طلا، این جواهرات های قیمتی در بسیار صندوقچه های قیمتی گذاشته میشه، در بسیار جاهای خوب گذاشته میشه تا بر از این دست ضرر نرسانه، تا این مورد استفاده هر کس ناکس قرار نگیره. چقدر یک چیز با ارزش است. زنی که با حجاب باشه و محجبه باشه و با ایمان و تقوا باشه عین شکل است. عین شکل چی است؟ عین شکل اونمو الماس میمانه که کسی نمیتونه بر ازی ضرری برسانه. چرا؟ از حجابش میترسه. میگه یک زن که حجاب داره،
یک زن که با عفت است، یک زن که با عزت است، عادی نیست که مردم نامش سر زبان بگیره. حتی دنیای غرب از زنانی که با حجاب هستند در ترس و لرزه میآیند. زنی با حجاب را که زنانی غریبی میبینن یک نوع میترسن، میگن که اینا چی باشه. و حالا ببینین اینالی مثلا ما هم مثلا گفتیم که یک زن باید یک چیز واقعی دیگه چی است؟ ایمان است. اینان یک زنی که ایمان می داشته باشه، ایمان چیزی است مثل یک عطر میمونه. مثل چی میمونه؟ عطر میمونه. خودش گرچه دیده نمیشه. اگر در جان ما مثلا عطر بزنیم عطر دیده میشه نمیشه، اما بوی عطر در تمام جایی که ما قرار میگیریم پخش میشه. همگی چی میکنه؟ از بوی عطر ما میفهمه. یک زنی با ایمان و با تقوا به مشابه اونمو عطر میمونه. در هر محفل و جایی که قرار داشته باشیم اگر ببینیم در میان زنها که عروسی می باشه، محفلات هر چی که بوده و می باشه، وقتی که ما در اونجا ببینیم که این زن چی میکنه، یعنی در بین یک 10 تا 15 تا 20 تا زنی که حجاب درست نداشته باشن، درست خودشان منظم نکرده باشه، اگر یک زن با حجاب و محجبه دیده میشه او خودش نمایان میکنه. یک تصویری چند سال پیش در صفحات مجازی نشر شده بود که یک برنامه بود و در او برنامه چی شده بود؟ در او برنامه دختر خانمای زیادی آمده بودند روی لوچ در جلسه نشسته بودن، ولی یک دختر خانم خیلی با حجاب قشنگ درست و مناسب نشسته بود. حتی که عمو دختری که او قسم برهنه آمده بود خودش خجالت میکشید، شرمش میآمد وقتی که دخترای محجبی دیگر را دیده بود. به همین خاطر است که حجاب برای یک زنی که واقعا بخواهد که یک زیبایی واقعی داشته باشه لازم و ضروری حتی فرض است که باید چی باشه؟ دور از دسترس افراد مضر جامعه قرار داشته باشه. و اینالی یک موضوع دیگه را میخوام براتون بیان بکنم که این یک قاعده خیلی مهم است و این هیچگاه هیچ زمانی فراموش نکنیم که امی زنی با ادب، زنی خوش رفتار، زنی خوش زبان، زنی است که دل دیگران را چی میکنه؟ میبره. دل دیگران را چی میکنه؟ میبره. یک زنی با ادب، یک زنی خوش اخلاق، یک زنی خوش بیان، زنی است که دل دیگران را میبره. کجا میبره؟ یعنی دل او را میبره کجا میبره؟ یعنی مردم دوست داره که با همون تو زن نشسته برخاست بکنه، ولی ما این حرف را میگم مثلا از زنایی نباشیم که دل مردان را ببریم با ظاهر ما، یعنی زنایی باشیم که دل فامیل و خانواده خود را ببریم، دل هر آنچه که برای ما محرم است دل اونا را باید ببریم. هدف از دل بردن ما این است که یعنی با اخلاقش، با رفتارش، با انسانیتش آدم به چی میکنه؟ جلب و جذب خودش میکنه. ما داریم بسیار خواهرایی که در خانواده هستن ازدواج